درود شنونده های گرامی. سلسله گفتارهای خوانش بدیعی. با توجه شما رمانی کیفری دلوری میرزا در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان لولاخان ستاری. آغاز گفتار 17. نصرت الله مقسوم در یکی از صحبت‌ها آید به تشکیل میلیتسه نامنتظم ابراز نظر نمود. میلیتسه نامنتظم از حساب اختیاریان تأسیس شد. رهبری میلیتسه را شخصانی به عهده گرفتند که تعلیم حربی و تجربه خوب جنگی داشتند. با فرمان رئیس کمیته اجرایی مرکزی، دولت میلیتسه نامنتظم را با تمام تجهیزات ضروری و معاش خوب تأمین می نمود. عفو عموم اعلان کردنمان ضرور است. در آن روزها صدا بلند کرد سرور دولت نوبنیاد: قبول قانون درباره عفو برای ما اهمیت خاصه دارد. هزاران مردم گمراه حقیقت را درک کرده به حیات آسایشته برمیگردند و ارمان دشمنان دولت تاجیکان در دلشان پوسیده می رود. گناه را بخشیده توانستن هنر هر کس نیست. این کار را تنها آنهایی می کنند که جان فدای ملت و دولتند. به این واسطه ما می توانیم صف دشمنان دولتمان را کم کنیم و شماره دوستان را افزون. از جانب دیگر مردمی از نادانی به خارج کشور رفته از ترس آمدن نمی توانند. آنها گناه صادر نکردند، اما ترس پیشرو ایشان شد و آنها از خاکدان بابایی برآمده رفتند. امروز از کرده پشیمانند، ولی جرأتی بازگشت به وطن را ندارند. آنها از ترس مخالفین ما را جانبداری میکنند. دارایی و بازیافتشان را به آن خاطر به دشمن میدهند که آینده در صورت غلبه ایشان را در خاکدان بابایی اجازه اقامت دهند. جوانان کمبغل از ناعلاجی و زورن به دست سلاح گرفته در مقابل ما می جنگند. تنها عفو می تواند باوری جوانان گمراه را به حکومت ما زیاد گرداند و سلاح را به زمین گذارند. چون دانند که دولت ما گناهشان را عفو کرده است، به وطن بر می گردند و ارواح 70 پشت ایشان از رهبریت کشور خرسند می شود. در حقیقت همین طور هم شد. اعلان گردیدن عفو عمومی سال 1925 با مخالفین دولت ضربه مرگاور زد. قسم زیادی جنگاورانی که در مقابل دولت می جنگیدند دهقانان کمبغل و خدمتگاران بودند که از نادانی به این راه رفته بودند. ایشان در اساس تعلیماتی که از دیگرها می شنیدند برای آن اعتقاد داشتند که نباید خدمتگار در روزهای دشوار خواجه‌اش را تنها گذارد، بلکه برای خرسندی وی تمام کاری از دست آمده اش را به ثبوت رساند. خدمتگار برای مردم ثروتمند خطار اموالش شمرده می شد. مردم کمبغل نیز از بیسوادی به قسمت تن داده همه مشکلات خیش را از قسمت پیشانی می دیدند. همین گونه تعلیمات قسم زیادی کمبغلان را وادار کرد که همراه خواجگان و خوجین های خیش سلاح به دست گرفته در مقابل برادران خیش سنگر بگیرند. آنها آهسته آهسته حقیقت را فهمیده به زندگی آسایشته برگشتند. از نو به جای سلاح به دست بیل و کلند و دسته سپار گرفتند. در برابر این قسمت اساسی اهالی که طول 4-5 سال دیگرگونی ها را با چشم می دیدند و از جنگ و خونریزی خسته شده بودند، از مخالفان دولت پشتیبانی نکرده در حالتهای موافق به عسکران سرخ یاری می رسانیدند. نصرت الله مقسوم را اکنون مسئله دیگر آرام نمی گذاشت. سالهای اول انقلاب قسمت زیادی اهالی دریای پنج را عبور کرده به آن ساحل گذشت.
اگر یک حصه فیراریان مردمی ثروتمند و دارا باشند، از نیست زیادی آدمانه بودند که به خاطر حفظ جان و ناموس اهل بیت به ملک بیگانه رفته بودند. اگر حقیقت حال را بگوییم، فیراریان از سیاست نادرستی منصبداران زینه‌های گوناگون ملت‌های دیگر نسبت مردم تهجایی ناامید شده دست از دامن وطن تکیده رفتند. در میان بلشویکان نمایندگان دیگر ملت‌های آسیای میانه کم نبودند، خاصه از شماری ترک تبارها که طوری عصرهای زیاد با مردم ما رفت و آمد داشتند و در بین آنها زندگی می‌کردند. تا رفت شماره بلشویکان زیاد می‌شد. ترک تباران هیچ رغبت نداشتند که صاحبان اصلی این آب و خاک سر بالا نمایند و در منصب‌های دولتی کار کنند. همین بود که به هر واسطه به تاجیکان تأثیر می‌رساندند، عامه را می‌ترسانیدند. بین آنها به واسطه تاجیکان ملت فروش هر گونه آوازه‌های دهشتناک پهن می‌کردند. این مسئله در اندک مدت تأثیر خود را رسانید. شماره فیراریان روز تا روز می افزود. نصرت الله مخزوم بهای آن عالم روس را که هیچ نامش را به یاد آورده نمی توانست این لحظه در تنهایی تحلیل کرد. او هنوز سال 1843 بعد انجام دادن سیاحتش در کتاب خویش نوشته بود: تاجیکان مردم صلح دوست و آرام طبیعتند، ترسرو نیستند، اما به جنگ و خونریزی رغبت ندارند. البته از گناه بری نیستند. در بینشان آدمان یافت می شود که به دزدی و اوباشی و دروغ و فریب دست می زنند یا با سخنهای تلخ کس را می رنجانند. در مشتزنی و زور آزمایی ها شرکت می ورزند، لیکن هیچگاه به کشتار دست نمی زنند. تمام فرموده های قرآن را اجرا می کنند. طبیعت عجایب دارند، چون سخن در باب منفعت های ملی و دست آورد های ملت روند. آنها دیگرها را تعریف و تحسین می گویند، اما هیچگاه منفعت های ملت خویش را فراموش نمی کنند. حتی آنهایی که هنگام سیاحت پتربورگ قصرهای زیبا و پرشکوه آن را دیدند، در صحبت همیشه لاف می زدند که بخارای ما از پتربورگ و دیگر شهرهای کلان زیباتر است. شاید گفته های عالم روز عیناً به یادش نآمده باشد، ولی خوب می دانست که به همین مانند یا باز هم خوبتر بها داده بود. از وطن رفتن قسمت زیاد صاحبان اصلی سرزمین برای ملت صاحب تمدن و زرچ کشیده که اکنون شماره اشان هر ساعت در بخارا و دیگر شهرها کم می گردید، بجز ضرر چیز نمی داد. همین بود که کت خدای تاجیکان آرام و قرار را گم کرد. پی دریافت راه نجات ملت خویش تدبیر و چاره می اندیشید. او به مقابل این سیاست صدا بلند کرد: از رفتن تاجیکان به ملک‌های بیگانه به تشویش افتاده با هیجان و اضطراب تأکید کرد که در بعض دهه‌ها تماماً آدم نمانده است. از رفتار ناجوان مردانه بعض ملتگرایان، حتی بلشویکان محلی، همراه همدیه‌ها وطن را ترک گفتند. به ما لازم است که نسبت مردم مناسبت خویش را دیگر کنیم. به خارج رفتن مردم زیاد آینده بالای مملکتمان مصیبت بزرگ می آورد. با هر علاج پیش راه آنهایی را که باعث فرار نمودن مردم کمبغل می شوند گرفتنمان خیر ضرور است. 13 اپریل سال 1925 با سپارش نصرت الله مخزوم کمیسیا تشکیل کرده شد. وظیفه این کمیسیا جابجا نمودن فراریان به وطن برگشته به جای کار
و جای اقامت تأمین نمودن آنها، جدا نمودن زمین و تخمی برای کشت رسانیدن، یاری مالی و غیره بود. فراریان که با مقصد براهماندن زندگی در آن ساحلی دریا تمام داراییشان را همراه برده بودند، بعدی دعوت حکومت جوان شوروی به وطن با دست خالی برمیگشتند. مال و اموالشان یا به غارت رفته بود یا به خاطر بار دیگر قدم زدن بالای خاکدان بابایی از بحر همه چیز گذشته تنها زن و فرزند خویش را همراه گرفته می آمدند. حکومت آنها را دستگیری کرد. تنها در دوام 2 ماه سال 1926 برای فراریان از افغانستان همسایه برگشته دولت جوان تاجیکان به مبلغ 1,500,000 سوم یاردم پولی جدا کرد. موافق معلومات آماری از بخارای شرقی به افغانستان 40,000 عائله فرار نموده بود که 25,000ش دهقانان بودند. تنها در سال 1926 7,000 عائله یا 40,000 کس به وطن برگشت. بازگشت مردم به وطن روز به روز می افزود. اگر سال 1925 شماره برگشتگان در یک روز 25-30 عائله باشد، در نیمه دوم سال این شماره به 125-140 عائله رسید. آدمان به وطن برگشته از منصبداران حکومت غمخواری و مردمی را دیده به هر واسطه به خویش و تبار یار و آشنایی در آن ساحل دریا بوده تعیین می کردند که به وطن برگردند. قسمی از فراریان که در وطن گناه کرده بودند از ترس جرأت برگشتن نداشتند. نصرت الله همین جهت مسئله را به انابت گرفته بار دیگر عوف عمومی اعلان نمود که آن باعث اوج گرفتن بازگشت فراریان به وطن شد. اکنون در کشورهای بیگانه یک قسم کمی فراریان مانده بود. آنها اصلا نمایندگان طبقه های دارا بوده، آنقدر حوصله بازگشت به خاکدان بابایی را نداشتند و دوری از وطن عذابشان نمیداد. رفتار عاقلانه نصرت الله مقسوم، یعنی اندیشیدن چاره‌های تعجیلی با مقصد بازگشت فراریان به وطن و قوه‌های ضد حکومتی داخلی و بیرونی، ضربه مرگاور زد. حکومت موقتی امیر عالم خان از چنین رنگ گرفتن واقعه قریب که تماما ناامید شد. آنها که در آن ساحل دریای 5 پایگاه تشکیل کرده و از بیگانگان مدد می گرفتند، امید داشتند که از حساب فرزندان مردم فراری لشکری توانا و آزموده تشکیل می کنند و در آینده نزدیک برای از بین بردن حکومت شوراها عملیات آغاز می نمایند. برای عملی گردانیدن این آرزوی خود از حساب غزاطلبان افغان و دیگر ممالک مسلمان و زرخریدان صف لشکری خود را می توانستند پره کنند. فراریان به وطن برگشته بعد آن همه خاری و زاری ها از جانب دولت مردان زینه های گوناگون مهربانی ها را دیده میان را از 7 جای مستحکم بستند و پی آبادی وطن شب و روز مهنت می‌کردند. آنها باور کردند که در حقیقت حکومت بلشویکان یک حکومت خلق پرور، یک حکومت کم بغل پرور است که یتیمان و بیکسان در کنار آن می توانند بخت خود را پیدا نمایند. بعد شکست دشمنان ساخت نو، دولت مردان تاجیک با سروری نصرت الله مقسوم پی آبادی تاجیکستان کمر همت بستند. تاجیکستان که از حساب موضعهای گوناگون بخارای شرقی تأسیس یافته بود، نه شهرهای کلان داشت و نه زواد و نه فابریکه که به واسطه کارخانه‌های صنعتی ساکنانش را به جای کار و معاش کرایی تأمین کند. یک دولت کوچک نو تأسیس بود که
قسمت اساسی حدودی در اختیار داشتهش را کوه‌های سر به فلک کشیده تشکیل می نمودند. زمین‌های آبی خیلی کم بودند. یک مقدار زمین‌های در همواری‌ها جای گرفته هم زحمت طلب بودند. آنها را آبیاری نمودن و به استفاده دادن کاری آسان نبود. رهبریت بلند مرتبه جمهوری در احاطه مشکلات قرار داشت، اما از این دل شکسته نشده مردانوار به بنیاد یک جمهوری که زندگی مردمش باید شایسته باشد و طرح آن را بلشویکان کشیده بودند شروع نمود. به خلاصه آمدند که ابتدا ساحه اگرری را باید انکشاف داد، زیرا در این سمت زمینه وجود داشت. برای آن که مردم عادی به حکومت نو باور کنند، در صحبت‌هایش تأکید می‌کرد نصرت الله معصوم آنها را با جای کار تأمین کنیم، برای بهتر شدن سطح زندگیشان از همه امکانات خویش استفاده بریم. مثلا در ما زمین بیکار خوابیده بسیار است. وقتی آن رسیده است که مسئله آبیاری نمودن زمین‌های بیکار خوابیده را حل و فصل کنیم. همین بود که دقت اساسی کشاورزان جمهوری مختار به آبیاری زمین‌ها جلب شد. تیر ماه سال 1927 مقدار زمین‌های آبی تاجیکستان به 181,000 دسیاتین رسید که نسبت سال 1924 51,000 دسیاتین زیاد بود. مرد دهقان چون دید که حکومت نو برای آنها زمین‌های بیکار خوابیده را آبیاری و تخت و هموار می نماید، محبتش به سروران آن بیشتر گردید. او که عمر از زمین رزق خانواده‌اش را پیدا کرده بود و زمین را بزرگترین نعمت می دانست، از وسع نمودن زمین‌های کشت شادیش را حد و کنار نبود و دولت جوان با آنهایی که صمیمانه و صادقانه زحمت می‌کشیدند تمام شرایط کاری را فراهم می آورد. دانست که حکومت عادل است و مردم زحمتکش را بالاگذر می‌گرداند. تأسیس یک جمهوری مستقل در هیئت جماهیر شوروی آرزوی دیرینه نصرت الله معصوم و هممسلکان او بود. بعد همه مبارزه ها و تشکیل جمهوری مختار در هیئت ازبکستان احساس کرد که این مختاریت تنها در کاغذ است و بس. اگر تاجیکان یک جمهوری کاملا آزاد را صاحب نشوند، هیچگاه مستقل بوده نمی توانند. آنهایی که برای گم کردن نام تاجیک اینقدر تلاش کردند، مگر راضی می شوند که در هیئت جمهوری ایشان یک جمهوری خرد و مستقل آزادانه فعالیت نماید و منفعت های ملت تاجیک را حمایت کند؟ نصرت الله حجت های کمیسه تقسیمات حدود را گشته و برگشته می آموخت و صدای اعتراضش را بلندتر می کرد. او با سرور جماهیر شوروی یوسیف ویساریونویچ استالین ناترسانه در نامه‌اش اندیشه‌هایش را بیان نمود. گفت که در دوره تقسیمات حدود ملی نسبت به تاجیکان بی‌عدالتی‌های زیاد صورت گرفته است و برای تصدیق فکر دلیل‌های را پیشنهاد می‌کرد که رد نمودنشان برای مخالفین اندیشه‌های وی امکان ناپذیر بود. او با علم در نامه‌اش نوشته بود که از 1,245,000 اهالی تاجیک آسیای میانه همگی 553,000 نفرش را به هیئت تاجیکستان شامل کردند و خلاص. و یا نام‌های محل‌ها، کوچه و خیابان‌ها، مسجد و مدرسه و مقبره‌ها و دیگر یادگاری‌های تاریخی بخارا از 264 یادگاری تاریخی 250 تایش نام تاجیکی دارند و همگی 14 تایش نام ترکی. шунавандаҳои гиромӣ, шумо рамани кайфари диловари мирзоро дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон лолахон саттори шунидед. муҳаррир обиҷон саидзода, коргардон ануша хуҷамова. ин гуфтор соли 2024 сабт шудааст.
انجام گفتار 17